استقبال پرهیاهوی آموزگاران روس در فرودگاه دوشنبه. آموزگارانی که روسیه آنها را برای یک سال به تاجیکستان فرستاده است. معلمانی که مقامات و همکاران تاجیکشان آنها را پیشواز گرفتند و باید به شاگردان زبان روسی و دیگر فنها را درس بدهند. در قطار 30 نفر آموزگاری که امروز به جمهوری از فدراسیون روسیه می‌آیند، نه تنها معلمان از فن زبان و ادبیات روس، در قطار آنها آموزگاران از فن متماتیک، فیزیک، بیولوژی، شیمی و همچنین تکنولوژی‌های اطلاعاتی هستند. مقامات میگویند هدف از جلب آموزگاران روسیه تبادل تجربه بین دو طرف است. اهمیت نهایت زیاد دارد چون که ما از یکدیگر تجربه می‌آموزیم. برای رشد و نموی آموزش زبان روسی در مکتب‌های ما زمینه می‌گذارند. باید قید تاکید از تجربه وزنی آموزگاران فدراسیون روسیه و آموزگاران شهر دوشنبه باوری دارم صفت تعلیم و تربیت باز هم خوبتر و بهتر می‌شود. آموزگارانی که به دوشنبه آمدند میگویند امیدوارند تجربه اولشان در تاجیکستان که دربارش خبرهای منفی بیشتر میشنیدند موفق می شود. من حالا شیوه های تعلیمی شما را نمیدانم ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کارمان نتیجه بدهد هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما. با کار فرستادن معلمان روس که تقریباً $1000 مزد کار میگیرند بخشی از یک برنامه وسیع روسیه برای بالا بردن مقام زبان روسی در تاجیکستان بوده است. ما در 5 منطقه بودیم: در دوشنبه، کولاب، قرغان‌تپه، تورسونزاده و خوجند. در چند شهر کمیسیا بود و در آنجا مقامات میدان‌های را نشان دادند که آنجا ممکن است برای 800 تا 1200 خواننده مکتب ساخت. مکتب‌ها بر اساس طرح‌های روسیه و موافق با شرایط تاجیکستان. مکتب‌هایی که با معلمان روس و کتاب‌های روسی تامین شوند. یعنی ما درباره طرح دوامدار و با نظر داشت همکاری‌های مشترک با تاجیکستان صحبت می‌کنیم. اکنون گروه اولین در دوشنبه و ناحیه‌های حصار و وحدت درس می‌دهند. متخصصان تاجیک می‌گویند مزدی که به آموزگاران روس داده می‌شود اگر به معلمان تاجیک هم پیشنهاد کنند پشت درهای اداره معارف برای گرفتن چنین جای کار نوبتی دراز خواهد بود.